و همین گونه اولین آیتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، این به همگان معلوم است که 5 آیت ابتدای سوره اقرا بود. سوره اقرا یعنی بخوان. ببینید امر الله سبحانه و تعالی از بالای 7 قبت آسمان، امر اولین پیش از آن که به نماز امر کند 10 سال و قول 12 سال پیش الله تعالی به خواندن امر کرد. پیش از آن که به روزه امر کند 15 سال پیش الله تعالی به خواندن امر کرد. بسیاری احکام شریعت در مدینه منوره فرض شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد 13 سال پیغمبری به مدینه هجرت کرد. اولین آیت اقرا، بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگارت که تو را آفرید، تو را و دیگرها را، همه را. خلق الانسان من علق، انسان را از یک خمپاره آفرید. اقرا و ربک الاکرم، بخوان و پروردگارت کریمترین ذات است. کریم این یکی از نامهای زیبای الله تعالی هست. معنایش این است که الله تعالی میدهد نه بر عوضی، بدون عوض میدهد. این سخی ترجمه کرده نمیشد. سخی شخصی است که دستگشا است، بخیل نیست، ولی یک چیز میخواهد بر عوضی خیرات و صدقات و سخاوتش چیزی میخواهد، یا بر عوضش مدح و ثنای مردم را میخواهد، یا زبان کوتاه کردن همون شخصی بیچاره‌ای که با بالایش خیر میکند این را میخواهد. هر کسی که سخاوت میکند و دست کشاد دارد او در قرارت قلبش از این صدقه و از این خیرات و سخاوتش چیزی میخواهد. حتی یه بنده پرهیزگار و یه بنده که غیر الله تعالی دیگر کسی را نمیخواد، او از این صدقهش و از این سخاوتش رازگی الله را میخواهد، اجر عظیم، ثواب عظیم را میخواهد. یعنی بر عوض این صدقه چی میخواهد؟ خواه از مخلوقات باشد، مانند حاتم طایی شهرت میخواست مردم را با سخاوت ذکر کنند، نه برای رازگی الله تعالی. بله به مرادش رسید. تا امروز مردم یهود، مردم نصارا، مردم مسلمان ها و غیر اینها حاتم طایی را همچون یک شخصی سخاوتمند میشناسند. ولی کریم الله تعالی ذاتی که میدهد بدون عوض، از بندگانش چیزی را بر عوض خیرات و داد خود نمیخواهد، ولی آنها را امر کرده است به عبادت الله تعالی و فرمان برداری، لیکن این برای فایده آنها هست نه برای الله تعالی. اقرا و ربک الاکرم، ببینید بخوان پروردگار تو نگفت کریم، کریمترین گفت. و این صیغه در قرآن در دیگر جای نیست. ببینید نگفت که صدقه کن، پروردگار تو ذات کریمترین نگفت. نماز گزار، ذات پروردگار تو ذات کریمترین نگفت. اقرا، بخوان، پروردگار تو کریمترین ذات است. کسی که میخواند او بیچاره باید از دنیا روی گرداند. مردم 1 ساعتی کارش چند دلار و چند یورو هست، این نمیبراید کوچه کتاب میخواند. وقتی که کتاب خوان از مواد دنیا، از مادیات باقی میماند. وقتی که طلب علم میکند 5 ساعت در دانشگاه یا 6 ساعت اگر روزانه خواند، آمده باید 5 ساعت 6 ساعت باید مراجعه کند، بحث کند، دیگه خسته میشود، کار کردن نمیتواند. اقرا و ربک الاکرم، بخوان، پروردگار تو کریمترین ذات است. وقتی که تو میخوانی به الله تعالی تکیه کن. الله تعالی که تمام مخلوقات و موجودات را رزق میدهد، تو را رزق میدهد. اقرا و ربک الاکرم، بخوان. هر چیزی که میخواهی در داخل کتاب است، الله تعالی برایت میدهد. الذی علم بالقلم، بخوان به نام اون پروردگارت که کریمترین ذات است، ذاتی که انسان را با قلم تعلیم داد، به واسطه قلم. علم الانسان ما لم یعلم، انسان را چیزی که نمیدانست آن را برایش تعلیم داد.